میگوید یک آدم خواب دیده است پیامبر صلی الله علیه و سلم رو، در خوابش پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دیده است. بعد خوابش رو به برادرش نقل کرده است. برادرش است تو صحابه است، چون که تو پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دیدی. اکنون اون مردک هر کجای میرفت است من صحابه میگفت. بعضی آدما میگفتن که نه خیر نگو، خفه میشد از قهر میکرد است که یعنی شما به من بخیلی میکنید. صحابه کی هست؟ صحابه حافظ ابن حجر در کتاب الاستیعاب میگن که الاصابه فی تمییز الصحابه، یعنی استیعاب کتاب ابن عبدالبر است و هم درباره صحابه. اصابه از آن حافظ ابن حجر رحمت الله علیه درباره صحابه میگن که من صاحب النبی صلی الله علیه و سلم، من لقی النبی صلی الله علیه و سلم مؤمنا به و مات علی ذلک، کدام آدمی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم واخورده باشد، یعنی که زنده در حالت یقظتن، در حالت بیداری پیامبر صلی الله علیه و سلم رو واخورده باشد، در حالت مسلمانیش، یعنی وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو واخورد مسلمان باشه. مثلا ابو لهب امکشان واخورده که وای کافر بود، او صحابه نیست، واخورده باشه. حتی دیدن، کلمه دیدن، بعضی هم من را گفتن کسی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دیدن، گفتن که نادرست است این تعبیر، برای اینکه بودن نابیناها، صحابه های نابینا بودن، اونا اگر به این تعبیر گیرید صحابه حساب نمیشه، چون اونا ندیدن جمالی پیامبر صلی الله علیه و سلم. من لقیه کسی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم واخورده باشد در حالت بیداریش و مات مؤمنا، یعنی مؤمن باشه در اون وقت، و مات علی ذلک، و در حالت مسلمانیش از دنیا گذشته باشه، یعنی آدم صحابه. بنابراین کسی در زمان ما اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم را خواب بیند، این صحابه نمیشه. بعد آدم خودش این خیلی تعریف نمیکنه، لا تزکوا انفسکم، خودتون رو تعریف نکنید. حتی اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم را خواب دیده باشید، بگذارید نه بین خودتون بین الله تعالی مونید. و چی کار برای مردم گفتن که من صحابه و من پیامبر را خواب دیدم، گفته در هر یک معرکه بالا گذر بوده است، گفته من صحابه. این کار نادرست است برای